صبح بودم مسکن تو سالونه آشناس تو ببینیم اون چیزی که ما تو نتیجه تشریح داریم آزمایشگاه هم تایید کرده یه نوع مسمومیت غذایی. موسا یه لحظه خب تو چقدر اینا رو میشناسی؟ من پریشب با اینا تصادف کردم. اگه بود تو معاینه ظاهر جسد نشون نمیده. از همون آشغالا که میوردی هست. بیارم بدم بخورن. برم کن سعی ممکن اون بچه تصادف مرده باشه. میدونم. حروم زاده بچه هم مرد. یارو داره دیوونه میشه فکر میکنه بچه‌شو کشته. مگه نکشته؟